سلام، اسمم کریمه، معروف به کریم کله‌پز. از بچگی تو مغازه بابام بزرگ شدم. بابام و داداش حسین تو یه مغازه چند تا خیابون اونورتر من کله پاچه میفروشن، ولی من از همون جوونی دلم میخواست تنها کار کنم. از مدرسه اخراج شده بودم، درس و مشق به دردم نمیخورد. از صبح تا شب تو مغازه پدرم کله پاچه تمیز میکردم. با اون بوی تند و تیزی که داره، اگر بهش عادت کنی دیگه زندگی بدونش معنی نداره. خلاصه سالا کنار پدرم کار کردم، تو اینکه وقتی که حدوداً 30 سالم شد گفتم دیگه وقتشه که مستقل بشم. پدرم هم از خداش بود که ازش جدا بشم تو دست داداش کوچیکم و بگیره و بیاره کنارش. زودتر از اون چیزی که فکر کنید مغازه خودم رو زدم. بعدم یه وانت خریدم تا راحت‌تر وسایل مغازم رو ببرم و بیارم. دیگه نیازی نبود واسه خرید کله پاچه به هر کسی رو بزنم. از طرفی هم از همون اول مشتریای خاص خودم رو داشتم. آخه تو چند سالی که وردست پدرم بودم خیلیا میشناختنم و با من راحت تر بودن. منم واسه این که تعداد مشتریامو زیاد کنم و از طرفی هم همشون راضی باشن با وانت خودم به کشتارگاه هایی که باهاشون از خیلی وقت پیش کار میکردم میرفتم و بار جدید کله ها رو میگرفتم و برمیگشتم. بیشتر وقتا صبحای خیلی زود میرفتم، آخه واسه جنس خوب با یه صبح خیلی زودم میرفتم. بعدم کله های روز رو میگرفتم و میآوردم مغازه. تو تمیز و آماده ی روز بعد میشد، سر کله مشتریام سر میرسید. خلاصه که همه چی خوب بود، زندگی خوبی داشتم. کارم هم حسابی گرفته بود و پول خوبی هم به جیب میزدم. ولی یه صبح لعنتی از راه رسید و همه ی برنامه هامو به هم ریخت. من همیشه صبحای خیلی زود وقتی که هوا گرگ و میش میشد راه میافتادم سمت کشتارگاه که حدوداً 15 کیلومتری از شهرمون فاصله داشت. یه جای پرت، اونم درست وسط یه بیابون بی آب و علف. اونجا پر از صدای بعبع گوسفندا و بوی خون و چربی بود. صبح اون روزم مثل همیشه با وانت زدم بیرون. یه سیگارم گوشه لبم گذاشتم و ضبط ماشینم روشن کردم تا همسفر بشیم. اون وقت صبح جاده خلوت بود، فقط چند تا سگ ولگرد کنار جاده ول میچرخیدن. بعد از مدتی رسیدم کشتارگاه. هنوزم هوا تاریک بود، ولی چون بار کله ها آماده نشده بود گفتم یکم تو ماشین دراز بکشم تا آماده بشن. در قفل کردم و کلامو کشیدم رو چشام تا یه چرتی بزنم. حدوداً ربع ساعتی گذشته بود و گرم خواب بودم که با صدای تق-تقی به شیشه بیدار شدم. دوستم که همیشه کله ها رو آماده می کرد با کلی کله بیرون انتظارم رو می کشید. زود پیاده شدم و کمکش کردم تو کله ها رو بذاریم پشت وانت. لحظاتی بعد کارم تموم شد و گفتم دمت گرم رفیق. بعدم سوار شدم و گاز ماشین رو گرفتم. کشتارگاه خارج از شهر و توی یه جای پرتی بود، جایی که به جز بیابون و جاده های خلوت چیز دیگه‌ای به چشمت نمیخورد. پشت اطرافش هم یه سری زمین خالی و خونه های خرابه بود. به نظر تو گذشته اونجا کسایی زندگی میکردن، ولی با گذر زمان ساکنینش به جای دیگه‌ای نقل مکان کرده بودن. اونجا هم بعد از اونا تبدیل به ویرانه و خرابه شده بود. بگذریم. خلاصه پشت فرمون بودم و چند متری از کشتارگاه دور نشده بودم که یهو از تو آینه ماشینم یه چیزی پشت وانت دیدم که کله ها رو برداشت و پایین پرید. هوا کمی روشن شده بود، ولی هنوز با اون صورت نمیشد چیزی رو واضح دید. ولی وقتی از ماشین پایین پرید یه کسی شبیه آدم رو دیدم که چیزی شبیه شنل دراز سیاه تنش بود. تو پایین پرید به سرعت به سمت خرابه ها دوید. اول فکر کردم سگی چیزی بود، ولی لباس بلند و سیاهی تنش بود. از طرفی هم قد و قواره شبیه آدم ها داشت، پس نمیتونست کار سگ یا گرگ باشه. دو پایی رفتم رو ترمز و زود از ماشین پایین پریدم. ته وانت چند تا کله کم شده بود. میخواستم بی خیال بشم و به سمت شهر برم، ولی بدجوری به هم برخورده بود. اطرافم رو نگاه کردم، ولی چیزی به چشمم نمی اومد. همین که میخواستم بی خیال بشم و سوار وانتم بشم دیدمش که با لباس سیاه و بلندش داشت به سمت پشت کشتارگاه میدوید، دقیقاً جایی که تعدادی خرابه بود. داد زنان گفتم اوی نامرد دوست، وایسا که اومدم.
چوب کنار ماشین رو بیرون کشیدم و با عجله دنبالش دویدم، ولی اون موجود عین برق از بیابون رد شد و پرید توی یکی از خرابه ها. منم که از عصبانیت خون تو رگام نمیچرخید دنبالش رفتم تا اینکه به خرابه ها رسیدم. اونجا چندین خرابه خیلی عجیب بود که بیشتر معتادا داخلش رفت آمد میکردن. تا آخرین لحظه فکر میکردم کار یه معتاده، ولی ای کاش همین طور بود. چند دقیقه بود که آروم آروم تو خرابه ها دنبالش میگشتم، ولی خبری ازش نبود. اصلا امکان نداشت که با این سرعت ناپدید بشه. یکم دیگه گشتم، ولی خبری ازش نبود. یه جورایی بیخیال شدم و همین که برگشتم سمت ماشین، صدای خرد شدن استخونی به گوشم رسید. صدا از پشت سرم می اومد، انگار که یه حیوان وحشی داشت به شکل خشنی استخون می خورد. وقتی متوجه شدم اون موجود پشت سرمه، پاهم شل شد و قلبم ریخت. اون لحظه نمیدونستم که قراره با چی روبرو بشم، وگرنه 1000 سال به سمتش نمی رفتم. بگذریم. به آرومی نزدیک شدم. پشتش به هم بود، ولی میشنیدم که جمجمه‌ای به اون سفتی و با دندوناش میجوید و میخورد. صداش مثل شکستن چوب خشک بود. از عصبانیت نتونستم خودم رو کنترل کنم. با چوبی که تو دستم بود دویدم و با تمام زورم کوبیدم تو کمرش. تعادلش از دست داد و رو زمین افتاد. منم تو اون جایی که میخورد کتکش زدم. همون لحظه یه نعره خیلی بلند کشید و برگشت، ولی اون چیزی که فکر میکردم نبود. اصلا هیچ شباهتی به انسان نداشت. 2 چشم بزرگ و سیاه داشت که مثل گودال جهنم میموند. صورتش پر از مو بود و دهنش هم پر از دندونای دراز و تیز، درست مثل دندونای گرگ. بدنش کاملا لخت بود، ولی یه چیزی مثل شنل سیاه رو شونه‌هاش افتاده بود. نمیدونم چی شد، ولی یه دفعه بدنم یخ زد و نمیتونستم تکون بخورم. اون موجود لحظاتی به هم خیره شد. چیزی نمیگفت، ولی مشخص بود که قرار زندگیمو سیاه کنه. انقدر به هم خیره شد که از هوش رفتم. وقتی به خودم اومدم تو خرابه رو زمین افتاده بودم. خبری از کله ها نبود، خود اون موجودم همینطور، ولی ترسی که به هم وارد کرده بود هنوزم تو وجودم بود. به سختی بلند شدم و سوار وانتم شدم. بعدشم برگشتم سمت مغازه. اون روز مشتری خیلی زیادی اومده بود و مغازم حسابی شلوغ بود، ولی همین که دستم به کله پاچه ها میخورد یه وحشت عجیبی وجودم رو میگرفت. شاید مسخره به نظر بیاد، ولی چند باری کله ها رو پرت کردم بیرون. آخه یه دفعه انگار به هم لبخند میزدن یا چشماشون باز و بسته میشد. اون روز انقدر این اتفاقات به سرم اومد که بیشتر مشتری ازم ترسیدن و مغازه رو ترک کردن. خودم هم از چیزایی که میدیدم وحشت کرده بودم. به خاطر همین زود تعطیل کردم و رفتم خونه. از اون روز به بعد حال هوام یه جور دیگه ای شد. انگار همه جا رو تار و سیاه تر میدیدم. شب کنار خانواده نشسته بودم و داشتم باهاشون حرف میزدم که یه لحظه حس کردم چیزی با سرعت وارد خونه شد. انقدر سریع وارد شد که درست ندیدمش. فقط کمی سیاهی دیدم که عین برق وارد شد و رفت تو اتاق کناریمون. از جام پریدم و به خانوادم هم گفتم، ولی اونا گفتن که چیزی ندیدن و اینکه احتمالاً به چشمت اومده. خودم هم همین فکر رو میکردم، ولی کاملا در اشتباه بودم. با ترس وارد اتاق شدم و توش نگاه کردم، ولی کسی یا چیزی اونجا نبود. با اینکه مطمئن بودم یه توده سیاه دیدم، ولی بیخیال شدم و بهش فکر نکردم. خلاصه روز بعد از راه رسید و رفتم مغازه. مشتری کمتری نسبت به روز قبل اومده بود. سرم پایین بود و مشغول کار بودم که از بین مشتری‌ها یه چیزی با سرعت رد شد. دقیقاً این اتفاقی که دیشب افتاده بود. یه سریاشون ترسیدن و از جاشون بلند شدن، ولی آرومشون کردم و دوباره نشستن. با اینکه خودم هم خیلی میترسیدم، ولی چاره‌ای نبود و نمیشد موضوع رو بهشون بگم. فقط گفتم احتمالاً به چشمشون اومده. هنوز حرفم تموم نشده بود که این بار صندلی مشتری کشیده شد و محکم زمین خورد. همشون با وحشت فرار کردم بیرون مغازه. خودم هم خواستم فرار کنم، ولی نمیخواستم اسم مغازه بد در بره.
واسه همین با وحشتی که داشتم موندم. ولی صدای خورناسه و خنده از داخل مغازه می اومد. با ترس شروع کردم به گشتن مغازه. صدا هر دفعه از یه نقطه جدیدی می اومد، ولی خودشو نشونم نمیداد. بیشتر میخواست باعث وحشتم بشه. در آخر از داخل یکی از دیگا به هم نگاه کرد. تمام عقلم داشت از هم دیگه میپاشید. دیگ پر از آب و داغ و کله پاچه بود، ولی اون موجود خیلی راحت وارد شده بود و با چشمای قرمز و صورت پشمالوش نگاه میکرد. فقط تصور کنید خودتون تنها با همچین موردی روبرو بشید. واقعا عکس العملتون چیه؟ اون لعنتی با این کاراش داشت باعث دیوونگی میشد. دیگه نمیتونستم تو مغازه بمونم. کلید به همسایم دادم و خواهش کردم مغازه‌مو ببنده. بعدم به سمت خونه به راه افتادم، ولی اونجام باعث وحشتم میشد. همینجوری از در و دیوار خونه سرک میکشید و میخندید. این در حالی بود که خانواده‌مونو نمیدید. چند باری از ترس نزدیک بود داد و فریاد بزنم. خلاصه هر روز اون موجود با شنل سیاه و کثیفش تو خونه میچرخید و با صداهای بلندی اسممو صدا میزد. بیشتر وقتا از خونه بیرون میزدم. آخه تحمل دیدن و صدای هولناکشو نداشتم. نه شبا خواب درست حسابی داشتم و نه روزا میتونستم تو مغازم کار کنم. تو مدت خیلی کمی لاغر و پریشون احوال شدم. از طرفی مشتری زیادی سمتم نمی اومد. همونی هم که می اومد اون لعنتی فراریش میداد. دیگه بریده بودم و نمیدونستم چی کار کنم. باور کنید در روز شاید چند تا کاسم فروش نداشتم. یه روز که تو مغازه نشسته بودم و حال احوالم به هم ریخته بود، پیرمرد نیازمندی وارد مغازم شد و ازم درخواست کمی پول کرد. ولی از اونجایی که کار کاسبیم خیلی کساد بود، پولی نداشتم که بهش بدم. به جاش کاسه پر کشیدم که حسابی سیر بشه. ولی میدونستم الاناست که اونم وحشت کنه و پا به فرار بذاره. ولی اتفاقی نیفتاد و راحت غذاشو خورد. وقتی که بلند شد بره گفت به نظر یه مشکلی داری جوون. اگر میشه به هم بگو مشکل چیه؟ گفتم بی خیال پدر جان، شما نمیتونی کمکی کنی. گفت خیلی وقت نیست که اذیتت میکنه مگه نه؟ ولی اگر به فکر نباشی عقلتو از دست میدی. با تعجب نگاش کردم و گفتم شما از کجا فهمیدی مشکلم چیه؟ گفت بی خیال جوون، خدا همیشه مواظب انسانهای مهربونه. بهتر وقتو از دست ندی. زودتر به آدرسی که میدم برو. اونجا کسی زندگی میکنه که میتونه مشکلتو حل کنه. گریم گرفت و خواستم دستشو ببوسم، ولی اجازه نداد و دستشو کنار کشید. بعدم آدرس طرفو بهم داد و رفت. نباید فرصتو از دست میدادم. فردا صبح به خانوادم گفتم چند روزی میرم خونه ی دوستم. بهتون گفتم که یه وقت نگرانم نشید. بعدم سوار وانتم شدم و به سمت مشهد به راه افتادم. ساعت دوربر 8 صبح بود و تو جاده بودم، ولی اون موجود لعنتی هم همراه هم می اومد. آخه حضورشو کاملا حس می کردم. وقتی به ماشینایی که از روبرو می اومد توجه می کردم، به جای راننده همشون موجود و پشت فرمون می دیدم که گاهی به هم لبخند می زد و گاهی هم اخم می کرد. چند باری وحشت کردم و نزدیک بود از جاده بیرون برم. واسه همین کنار می زدم و لحظاتی زگ می گفتم. دیگه واقعا دیوونم کرده بود. وقتی بسم الله می گفتم همه چی به حالت اول برمیگشت، ولی همین که به حرکت می افتادم دوباره آزار و اذیت‌ها شروع می شد. راه چند ساعته را تا نزدیک بعد از ظهر رفتم. خلاصه به هر سختی بود به مشهد رسیدم. طبق آدرسی که پیرمرد داده بود تا نزدیکیاش رفتم. بعدشم پرسون رفتم و خونه‌شو پیدا کردم. یه خونه 2 طبقه در به حیاط. در زدم و یه زنه اومد و درو باز کرد. گفتم خونه استاد محمد همینجاست؟ گفت بله. بعدم تعارف زد و وارد خونه شدم. حیاط دلبازی داشت. چند تا درخت و یه سری گلگیا تو حیاطش رویده بود. طبقه پایین مختص کارای خودش بود. طبقه بالام زن بچه های زندگی میکرد. کمی که منتظر شدم سر کله خودشم پیدا شد. یه مرد حدوداً 60 ساله خوش برخورد. تا منو دید دستش رو صورتم کشید و گفت معلومه که خیلی اذیتت میکنه. توکلت به خدا باشه جوون. انشالله به زودی از شرش خلاص میشی.
بعدم دستمو گرفت و رفتیم تو خونه. بعد از صرف میوه و چای گفت حالا واسم از اول توضیح بده ببینم چی شده. منم از زمانی که اون موجود تو کشتارگاه دیدم و کتکش زدم تو همین الان اذیت شدنم و واسش گفتم. وقتی حرفم تموم شد به پشت سرم نگاه کرد و گفت چرا این جوون اذیت میکنی؟ تو برگشتم و پشتم و نگاه کردم. اون موجود به شکل یه توده سیاه رنگ دیدم. به شدت عصبی بود و داشت با دهن گشادش میخندید. تا دیدمش از جام پریدم و به سمت استاد دویدم، ولی وقتی دوباره نگاه کردم اونجا نبود. استاد بعد از اینکه کمی بهم آب داد و حالم جا اومد گفت اون موجود از همون روز اول تا الان همراهته. الانم که میبینی اینجاست به خاطر اینه که خودم اجازه دادم که وارد بشه. آخه نمیخواستم به موکلام آسیبی بزنه. آخه زور اونا بهش نمیرسه. امشب قرار ازش بخوایم که دست از سرت برداره. اگه قبول نکرد مجبوریم از راه دیگه‌ای وارد بشیم. خلاصه وقتی ساعت از نیمه گذشت منو نشون تو دایره ای از نمک. خودشم روبروم نشست و چراغا رو خاموش کرد. بعدم از طریق موکلاش با اون موجود حرف میزد. بیشتر از طریق ذهن باهاشون ارتباط میگرفت. موکلاش هم گفته های استاد به اون جن میرسوند. بعد از ساعتهای ارتباط اون جن قبول نکرد که دست از سرم برداره. اصرارای استادم هیچ فایده ای نداشت. واسه همینم چراغ رو روشن کرد. ناراحت بودم و فکر میکردم تا آخر عمرم با اون درگیرم، ولی استاد گفت شب بعد بازم امتحان میکنیم. به سرعت شب بعدی از راه رسید. اون شب خیلی عجیبی بود. خونه پر از صداهای عجیبی شده بود. صدای خنده اون موجود کل خونه رو برداشته بود. خیالش راحت بود که کسی نمیتونه جلوشو بگیره. گاهی صدای پنجره ها رو در می آورد، گاهی هم وسایل استاد رو جابجا می کرد. استادم فقط می خندید و با زبون نرمی باهاش حرف می زد. ولی اون جن دیگه شورشو در آورده بود. هر جوری که ازش درخواست و خواهش می کرد قبول نمی کرد و تفره می رفت. معلوم بود که خیلی از خودش مطمئن بود. به خاطر همین استاد مراسم زود به پایان رسوند. صبح روز بعد به هم گفت تا الان نمیخواستم اذیتش کنم. اون فقط موکلای معمولی منو دیده بود. اونا اهل خشونت و درگیری نیستن. ولی امشب بهش میفهمونم که باید با زبون خوش قبول میکرد و بیخیالت میشد. اون روز با همدیگه رفتیم تو شهر و یه سری وسیله خرید. وسیله هایی که واسه شب احضارش نیازش بود. بعدم یکم خوردنی مقوی خورد تا انرژی کافی رو داشته باشه. بعدم با همدیگه برگشتیم و رفتیم خونه. خلاصه بعد از ساعتها وسایل مراسم آماده کرد. بعدم شروع کرد و با اون موجود ارتباط گرفت. زودتر از اون چیزی که فکرش کنید احضار شد. هنوز نیومده بازی گوشیشو شروع کرد. وسایل خونه رو پرت میکرد و صدای پنجره ها رو در می آورد. استاد بار دیگه از اون موجود خواست که رهام کنه، ولی اون اهمیتی نمیداد و مسخره‌ام میکرد. در آخر استاد تهدیدش کرد و گفت اگر دست از سر این جوون برنداری به بدترین شکل ممکن اسیرت میکنم و زجرت میدم. ولی اون اهمیتی به حرفای استاد نمیداد. بعد از اینکه کلی مسخرش کرد به یک باره به سمتم حمله کرد. ولی قبل از اینکه به هم برسه یه نیروی به شدت قوی جلوشو گرفت. نمیتونستم ببینمش، ولی صدای وحشت و التماس اون جن رو میشنیدم. ورود اون موجود به این شکل بود که انگار یه توده قوی وارد خونه شده باشه. آخه چیزی شبیه گردباد تو خونه میچرخید. بعدم به شکل بدی داشت شکنجهش میداد. دقیقاً اینه کسی که داره شکنجه میشه ولی توان آزاد شدن رو نداره. صدای نفسهای عمیق و همراه با دردی کل خونه رو برداشته بود. خیلی ترسیده بودم، ولی از طرفی دلم به حال زجر کشیدن اون موجود میسوخت. به خاطر همین از استاد خواهش کردم که تمومش کنه. استاد محمد کمی تمرکز کرد، انگار که داشت با کسی ارتباط میگرفت. بعد لحظاتی هم صداها از بین رفت. بعدش هم یه سری کارهای دیگه انجام داد و چراغا رو روشن کرد. با لبخند به هم گفت خدا رو شکر کن جوون، اون موجود اسیر شد و دیگه نمیتونه اذیتت کنه. تا دیروز نمیخواستم بهش آسیبی بزنم، ولی اون موجود پاشو از حدش فراتر گذاشت.
الانم توسط قوی ترین موکلم زندانی شد. یا باید زیر دست موکلام کار انجام بده یا جونشو از دست میده. خلاصه ازش خیلی تشکر کردم و دستشو بوسیدم. فردا مبلغی رو بهش دادم و به سمت خونه به راه افتادم. بعد از این اتفاق خودم هر دفعه کمی غذا به عنوان خیرات بیرون مغازم میذارم. اینجوری هم اتفاقی واسم نمیفته و هم خدا روزیمو چند برابر میکنه. ممنونم.